خب سلام، من امروز اومدم چون هوا آفتابیه یه آزمایشی براتون انجام بدم. اومدم یه لاکشل سبز و اینجوری میزنم رو پالت. خب حالا با من بیاین بریم تو آفتاب. میایم تو آفتاب، صبر میکنیم، خیلی صبر میکنیم. لعنتی 30 ثانیه که شد من میخوام امتحانش کنم. میبینی؟ یه بار دیگه ساعتمو نگاه کنی، هنوز 60 ثانیه نشده. بذاریم حالا ما تا 60 ثانیه بریم. خب حالا من یه توضیح بدم این وسط. یکی از دلایلی که لاکشلا بطریاشون مشکی همینه، برای اینکه نور آفتاب نور باعث میشه که خشکن، مثل لاکای قدیمی نیستن. خب من اینو قطع میکنم چون 60 ثانیه شد. شما نگاه بکنین این لاک تقریبا خشکه، میبینین؟ پس یووی آفتاب، ببینین اینو بلندش کردم که متوجه شین که کامل خوش شده، نه که مثلا الکی دستمو میکشم. یووی آفتاب به مراتب قوی تر از یووی دستگاهه. اینو برای آخرین بار میگم که دیگه حل بشه. انقدر وسواس روی این یووی نداشته باشین. اگر وقتی که از خونه میاین بیرون به دستاتون ضد آفتاب نمیزنید، مطمئن باشید یووی آفتاب که یووی دستگاه دیگه اصلا براتون ضرر نداره. نگاه بکنین این لاکیه که تو آفتاب خوش شده.